کودک تا 3 ساله عادتاً بیشتر با اعضای عائله خود به خصوص مادر و پدر در تماس است، ولی از همان سن خورده او باید عادت کند که غیر از پدر و مادر دیگر آدمان نزدیک نیز هستند. در فرهنگ تاجیکی کودکان خردسال بسیار وقت با بابای و بیبی، تقای و خاله یا دیگر خویشان نزدیک وقت زیاد می‌گذرانند. این خیلی خوب است، زیرا کودک مهربانی و توجه چندین نفر را حس کرده کمتر تحت فشار جدایی قرار می‌گیرد. مثلا اگر مادر مدت از کودک جدا شود، بیبیش می‌تواند نگاهبین کند و کودک خود را بی خطر حس می‌کند. با وجود این، بعضی کودکان حتی با وجود در میان نزدیکان بودنشان تنها مادر را می‌خواهند. این حالت جدایی خواهی معمولاً در سن 8 ماهگی تا 2 سالگی اوج می‌گیرد. کودک درک می‌کند که مادر شخصی الهیده است و می‌ترسد که مبادا او ابداً دور رود. برای سبک کردن این حالت کودک را تدریجاً به آغوش دیگران دادن لازم است. مثلا وقتی به عروسی یا مرکه می‌روید، کودک را به دست بیبی یا عمه و یا خاله اش دهید. کمی با آنها بماند. حتی اگر اول گریه کند، با آوازی نرم فهماند که من همینجا. بعد چند دقیقه او را باز به آغوش گیرید تا بداند که شما همیشه برمیگردید. در کشورهای غربی معمول است که کودکان را از 1-2 سالگی به گروه‌های بازی کودکانه میبرند تا با همسالانشان بازی کنند و مناسبت کردن آموزند. در ما چون این گروه ها کم باشند هم شما می توانید با فرزند خویشاوندان، همسایه ها یا دوستان دارای کودک همسن کودک را گذارید. حتی یک چند ساعت یک جای بازی کردن 2 کودک خردسال، گرچند آنها هنوز یک جای بازی کردن را پوره نمیفهمند و بیشتر پهلوی هم بازی میکنند، به آنها تجربه معاشرت اولین را می دهد. مهم این است که کودک آهسته آهسته فهمد جهان پر از آدمان خوب است و به هر یکی آنها می توان با اعتماد و احترام مناسبت کرد. کودک شما بیشتر با کیها وقت خود را می گذراند؟ آیا هنگامی با دیگران ماندن بی‌ضابطه می شود یا آسان مطابق می گردد؟ شرح شما را انتظاریم. یادآور بشیم که سرپرست برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. نوابسته از باد و هوا و فصل سال، عائله ما سری خردککی خود را دارد. لیندوید با ویتامین D.